خدا. مطلبی که امروز خدمت دوستان عرض میکنم در مورد یه در واقع بیماری که مبتلا به عموم هم هست، خیلی هم شایع، از قدیم هم همه باش آشنا بودن که به طور عوام بهش میگن گلمژه، ولی اسم واقعیش در واقع هوردئولومه یا استای بهش میگن. در واقع یک نوع عفونت میکروبی معمولا استافیلوکوکیه، در واقع لبه پلک هست. حالا لبه پلک خودش به دو قسمت قدامی خلفی تقسیم میشه. اگر در واقع پیاز مو عفونی بشه یا غدد مثلا زایس عفونی بشه بهش میگن در واقع هوردئولوم خارجی یا استای. و اگر غدد میبومیان که اونم یه بخشی از پلک هست و چربی روی لایه اشکی رو تولید میکنه آلوده بشه و عفونی بشه بهش میگن که در واقع هوردئولوم یا هم حالا گلمژه داخلی. علامتشون تقریبا شبیه به هم هست، هر دو قرمزی و یه تورم یا قلمبه‌ای کوچک، حالا کوچیک یا بزرگ، و قرمزی و درد و تورم. چیزی که هست اینه که علتهای مختلفی داره. البته معمولا ما وارد جزئیات این داستان نمیشیم چون اینجا فقط من میخوام راجع به گلمژه صحبت کنم، ولی خب چیزی که خیلی اونو مستعد میکنه برای اینکه اون ایجاد بشه قضیه بلفارایتیس هست که یعنی التهاب مزمن لبه پلک هست که در واقع خیلی هم شایع هست. شاید 60-70% مردم با شدت و ضعف بهش مبتلا هستن. اینکه آیا رژیم غذایی روش تاثیر میذاره واقعا ثابت شده نیست که مثلا میگیم گرمی خوردیم، نمیدونم چربی خوردیم، چی خوردیم، واقعا خیلی روش تأثیری نداره به اون صورت. عفونت در واقع درگیری باکتریایی خصوصا استافیلوکوک اوروس این غدد هست که اونجا میشینه و تورم ایجاد میکنه، التهاب ایجاد میکنه، ورم ایجاد میکنه که میتونه از یه ورم کوچولویی که ظرف 1-2 روز خوب میشه، چند روز خوب میشه باشه، تا اینکه اصلا بیاد پوست رو درگیر کنه، اصلا سلولیت ایجاد بکنه، فرق بکنه. درمان در واقع گلمژه، درمان اصلیش کمپرس گرم است. به خاطر اینکه این کانون آبسه در واقع یه نوع آبسه است، باید تخلیه بشه. باید اینو تأکید کرد که اساساً دارو روش مؤثر نیست. ما بیشتر دارو که میدیم، داروهای قطره‌ای که میدیم، داروی آنتیبیوتیکی میدیم، بیشتر برای اینه که مثلا اون مواد چرکی که بیرون میریزن مثلا درگیری ایجاد نکنن، یا اگر همراش درگیری باشه، مثلا کسی بلفاروکنجکتیویتیس داشته باشه، یعنی هم التهاب عفونت لبه پلک، عفونت ملتهمه همزمان باش داشته باشه، اونا رو هم درمان کنیم. ولی واقعا یه چیز صرفاً گلمژه دارو خیلی تأثیر توش نداره. داروهای موضعی، داروهایی که سیستمیک میدن یعنی خوراکی، داروهای سیستمیک زمانی داده میشه که سلولیت ایجاد کرده باشه، یعنی پوست رو درگیر کرده باشه، و یا اینکه طرف مثلا یه دیابت پیشرفته‌ای داشته باشه، سیستم ایمنیش تضعیف باشه، بترسیم از اینکه گسترش پیدا بکنه، یه داروی سیستمیک بدیم. ولی در قریب به اتفاق موارد داروی خوراکی و یا تزریقی که اصلا لازم نداره. در موارد داروی در واقع مثل قطره‌های آنتیبیوتیک و ضد التهاب هم داده میشه، ولی اساسا درمانش اینه که کمپرس گرم میشه. کمپرس گرم باعث تجمع اون چرک میشه و آمادش میکنه برای خروج. زمانی که خارج بشه در واقع اون یواش یواش خودش دیگه بهتر میشه، چون کانون آبسه تخلیه میشه. تو مواردی هست که آبسه خیلی مشخصه و کاملا سفید شده، مریض دردناکه، ممکنه ما هم یه منیپولیشنی با یه سرسوزنی چیزی بکنیم و آبسه رو خارج بکنیم. معمولا اکثریت موارد خود به خود خوب میشن با کمپرس گرم، حالا با داروهایی که داده میشه. ولی تو مواردی این در واقع التهابی که الان حاد هست به سمت التهاب مزمن میره و یه بافت چربی التهابی جایگزینش میشه، به تدریج اون قرمزی میره، فقط مثل یه دونه تسبیح مثلا اون زیر پوست حس میشه، حالا کوچیک و بزرگ، دردش میره که دیگه اون موقع بهش میگن شالازیون. شالازیون در واقع یک نوع مزمن شده گلمژه هست.
درمان اون هم البته ابتداً کمپرس گرم هست، تو مواردی خود به خود پاک میشه، ولی مواردی که بمونه و نره 2 تا کار میشه براش کرد. یکی این که ما بیایم کورتون توش تزریق بکنیم که مثلا تریامسیرونو بوده مثلا 1.2 سی سی توی زایه تزریق بکنیم. بیشتر مال در واقع شالازیون های کوچیک و متعدد استفاده میشه، ولی خب اونم خودش مسائلی داره، مخصوصا تو آدمایی که سیاه چرده هستن یا خیلی سبزی تندن. ممکنه یه وقتا این تزریق باعث این بشه که رنگدانه های پوست اونجا کم بشن، یه سفیدی به جا بذاره که از نظر زیبایی خیلی مناسب نیست. ولی درمان اصلی یه شالازیون طول کشیده درمان جراحی هست. در واقع باید این شکافته بشه، البته از پشت پلک معمولاً، و توش با یه قاشقکی کورت کشته بشه، کاملا تمیز بشه، احتیاج به هیچ نوع بخیه چیزی هم نداره. چشم چند 24 ساعتی میبندیم، بعد باز میکنن، قطره میدیم، استفاده میکنن و از بین میره. در انتها نکته‌ای که خیلی مهمه، از همه این صحبتایی که من کردم مهمتره اینه که کسایی که مخصوصا آدمای مسن که با شالازیونای مکرر میان، شالازیونایی که خوب نمیشن و مخصوصا این که موژه ها تو اون ناحیه ریخته میشن، باید به بعضی از سرطان ها مثل اسکواموس سل کارسینوما، بازال سل کارسینوما یا میبومیان سل کارسینوما ها شک کرد. یعنی آدم 70 ساله‌ای که میره امروز در واقع زده گل موژه دوباره خوب شده، یه ما دیگه دوباره همونجا موژه هاش ریخته، ساختار پلکو خراب کرده. حالا خب خود جراح حتما حواسش هست و به این دقت میکنه که اینجا باید بیوپسی بشه و بررسی بشه از نظر مالیگننسی و بدخیمی، ولی خود مریض هم باید این حساسیت رو در پزشکش ایجاد بکنه. چیزی که نبوده یکهو نازل شده، امروز میزنه دوباره 3 روز دیگه میزنه دوباره یه ماه دیگه میزنه، این مهمه. وگرنه خود شالازیون به هر شکلی یا گلموژه خوب خواهد شد، ولی خدایی نکرده اگر کنسرهایی تو اون ناحیه باشه میتونه حتی به قیمت جون طرف تموم بشه. یعنی باید خیلی ساده ازش نگذشت. خیلی ممنون دکتر. زنده باشین، قربان شما. سوالاتی که داشتم و همه رو جواب زنده دادی. باشین دکتر سوالات متعدد همونه، مکررن ایجاد میشه، مخ... یا خارج از کشور هستن. آره نوبت دکتر سخت شاید بتونن گیر بیارن. من کمپرس آب گرم، کمپرس نه آب گرم، فقط کمپرس گرم، حالا چه آب گرم چه مرطوب چه غیر مرطوب، باعث در واقع جمع شدن اون چرک و تسهیل خروج چرک میشه. خودش بیرون میاد در واقع، یا از دهانه همون غددی که ملتهب شده. چون مثلا غدد میبومیان چون غدد چربی ترشح میکنن، چربی ها معمولا میان خشک میشن، دهانه رو میبندن و ما در هر نقطه ای از بدنمون که رکود داشته باشیم یعنی عفونت داریم، هر نقطه ای میخواد باشه، این چربی ها باید تولید بشن و بیرون ریخته بشن. به خاطر همین اینها باید در واقع وقتی دهانه بسته میشه ترشحات میمونه، اونجا میکروب به قد وفور هست، میاد آلوده میکنه و عفونت پیدا میکنه. وقتی شما کمپرس گرم میکنید، اون چربی ها رو میشورید، خود اون دهانه که باز میشه ممکنه از دهانه خود غده چرک خارج بشه، یا خیر خود بدنه شکافته بشه و چرک خارج بشه. چیزی هم که من باید بگم اینه که تو کسایی، البته حالا هر جا پزشک برن حتما بهشون میگن، کسایی که شالازیونای مکرر میزنن قطعاً بلفاریتس دارن، قطعاً التهاب لبه پلک دارن، اینا مرتب باید لبه های پلکشون رو با شامپوهای مخصوص شستن پلک بشورن، کمپرس گرم مرتب بکنن. کمپرس گرم براشون خیلی خوبه. دکتر کمپرس گرم یعنی پد گرم بزن رو چششون؟ میتونن مثلا اگر دارن، ما داریم مثلا بگایی داریم آب گرم توش میریزن، چیزایی داریم مثل آتروپاتا ژله‌ای توی مایکروفر میذارن، یه دستمالی یه حوله‌ای دورش میپیچن. ولی اینا رو هم که ندارن میتونن یه حوله رو اتو بکشن، این دیگه همه دارن، گرمش کنن در حد اینکه داغیشو بتونن تحمل کنن، نه اینکه ولرم باشه، انقدر داغی که پوستشون بتونه تحمل کنه، مکررن و نامحدود. بگم آقا نیم ساعت یه بار یا نه، هرچه بیشتر بهتر هستش که این کارو بکنن.
خیلی ممنون. موفق باشی. خدا نگهدار.